دست تایه بودیم، مادرمون شیرش کم بود، تایه براش گرفتن. این خیلی بچه توپل خوشگلی بود، چشای آبی و موهای بور و اینا. این میگفتن چشم زدن. سوختگیش دکترها گفتن این 8 روز دیگه زنده یه. مادر ما خیلی زد جون آلا میکرد، خیلی. 2 شب پشت سر هم خواب شد. شب اول حضرت ابوالفضل، شب دوم 2 تا بزرگوار آمدن به کنار گهوارش و دستشان انگشتشان دور سر بچه اینجوری گفتن نگران نباش به مادرم. نصف شب مادرم جیغ کشید. اول اسمی احمد رضا بود، بعد که حضرت ابوالفضل خواب دیدن اسمش عباس کردن. سلام 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 بارتوش خیلی خوش اومد. آقا جامد آقا بری چی آوردنشی پیش من؟ یه مقدار حواس پرتی دارن. بله. بعد زیاد تو خونه میخوابن. بله. از اتاق دیر کم بیرون میان. 1 سال 10 بار تکرار میکنه؟ آره. هی میپرسن؟ بله. چند وقت اینطوریه؟ تقریبا 6 ماهی، چون خیلی اهل مطالعه‌ان. قبلا حتی با ذره‌بین مطالعه میکردن. شغل چی بوده که مطالعه میکنه؟ ایشون دبیر زبان انگلیسی بودن. تربتی هستین شما؟ ایشون تربت دبیر زبان انگلیسی از